مقامات آمریکا روز سه‌شنبه به قانونگذاران فشار آوردند که به زودی برای حل جنگ دو جبهه توسط ارائه بیش از 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و زیاده از 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین اقدام کنند. رهبریت امریکا آن چیزی است که جهان را متحد می نماید و اگر ما رهبری نکنیم خراجات و تهدیدها به ایالات متحده افزایش خواهند یافت. مایک جونسون رئیس نوی جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا شام دوشنبه قانونی را انتشار کرد که کمک به اوکراین را از یاری به اسرائیل جدا می‌کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این را اشتباه استراتژی نام برد. این نه تنها به ارزش‌های ما بلکه به منفعت‌های اساسی ما ضرر می‌رساند. ارزش‌ها از آن عبارتند که ما همه در واکنش کردن به تجاوزگران و مشت‌زورانی که می‌کوشند به همسایگانشان حکمرانی کنند و در این روند رنج و عذاب‌های زیاد را به بار می‌آورند متحد هستیم. مقاومت به دور نوی مبلغگذاری اوکراین برای مبارزه با تجاوز روسیه در پالاتای نمایندگان پالاتای پایینی کنگره آمریکا بیشتر است، اما در سنات آمریکا آواز رهبر اقلیت‌ها میچ مک‌کونل برای ادامه کمک به اوکراین کلیدی بود. روسیه می‌خواهد که تروریست‌های از جانب ایران پشتیبانی شده در خاور میانه آمریکا و متحدان ما را ضعیف سازند. ایران می‌خواهد پیروزی روسیه بر اوکراین را ببیند که غرب را از هم جدا کرده است و همکاری‌های دفاعی خود را با مسکو عمیق‌تر نموده است. برخی از سناتورهای جمهوری خواه از آن که نظارت کمک رسانی ناکفایه است اظهار نگرانی نموده میگویند امریکا نمیتواند جنگ را به مدت نامعین مبلغ گذاری کند. ما باید دانیم که در دایره این مبلغ گذاری استراتژی داریم. اعضای سنات که اکثریت را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند احتمال از پیشنهاد مبلغ‌گذاری جداگانه اسرائیل جلوگیری نموده میگویند که آن باید با کمک به اوکراین طوری که کاخ سفید طلب کرده است یک جویا کرده شود. آستین گفت ارائه کمک به اوکراین در نهایت میتواند باعث برخورد آمریکا و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین شود. من شبهه ندارم که دیر یا زود او ناتو را به چالش میکشد و ما خود را در سبقت تیراندازی میبینیم. پالاتای نمایندگان میتواند روز پنجشنبه عهد کمک به اسرائیل آواز دهد که در آنجا بین دموکرات‌های پیشرفته به آن مخالفت دارند. بلینکن گفت یاری به فلسطینیان یک بخش اصلی این کمک خواهد بود. کمک بشردوستانه برای امنیت اسرائیل نیز مهم است. تأمین کمک و حمایت فوری به غیر نظامیان فلسطینی در این درگیری‌ها یک زمینه ضروری برای دریافت شریکان در غزه است که در مقایسه با حماس دیدگاه دیگر به آینده دارند. درخواست کمک از کاخ سفید و جمهوری خواهان برای پشتیبانی از نظام‌های دفاعی هوایی و موشکی اسرائیل بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد.